سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: پایان تنش و توافق بر سر آتش‌بس فوری میان افغانستان و پاکستان، برداشت بیشتر از 1 میلیون متریک تن تربوز در کشور و جنبش مقاومت اسلامی حماس اجساد 2 اسرائیلی دیگر را نیز تحویل داد. امروز یکشنبه 27 ماه میزان سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده است که افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات در دوحه بر سر آتش‌بس فوری و ایجاد مکانیزم‌ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند. در اعلامیه آمده که این مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه برگزار شده بود. بر اساس اعلامیه دو طرف همچنان توافق کرده که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری را برای تضمین پایداری آتش‌بس و تایید اجرای آن بر روش قابل اعتماد برگزار کنند. وزارت امور خارجه قطر ابراز امیدواری کرده که این گام به پایان تنش‌ها میان دو کشور کمک و پایه محکمی برای صلح پایدار در منطقه ایجاد کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در سال روان خورشیدی بیشتر از 1,322,000 متریک تن تربوز در سراسر کشور برداشت شده است. به گفته این وزارت، بیشترین تربوز از ولایت‌های فراه، بلخ، هرات و بادغیس برداشت شده است. این وزارت افزوده که امسال 78,880 هکتار زمین در کشور تحت کشت تربوز قرار گرفته بود. کار ساخت یک چک‌دم به ارزش 2,245,000 افغانی در ولسوالی ورس ولایت بامیان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. وزارت آب و انرژی میگوید که این چک‌دم به طول 31 متر و ارتفاع 7 متر از بودجه انکشافی این وزارت ساخته شده است. و در اخیر جنبش مقاومت اسلامی حماس اجساد 2 اسرائیلی دیگر را نیز به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده است. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تایید این خبر اعلام کرده که از طریق صلیب سرخ اجساد 2 اسرائیلی دیگر را دریافت کرده است. گفتنی است که با تحویل این دو جسد، جنبش مقاومت اسلامی حماس تا اکنون اجساد 12 اسرائیلی را به رژیم صهیونیستی بازگردانده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.